نشانه ایثار، بلکه پیام آور استمرار راهی است که با ایمان، صداقت و فداکاری بنا شده است. رهبر شهید با رفتن خیش درس بزرگی از پایداری و وفاداری به باورها بر جای گذاشت، درسی که نسل‌ها آن را روایت خواهند کرد و از آن الهام خواهند گرفت. امروز ملت‌ها در سوگ او گرد آمده اند. امروز ملت‌ها در سوگ او گرد آمده اند، اشک می‌ریزند و یادش را گرامی می‌دارند. اما در پس این اندوه حقیقتی روشن نهفته است. انسان‌هایی که زندگی خود را وقف خدمت و آرمان می‌کنند هرگز از خاطره تاریخ محو نمی‌شوند. آنان با نام نیک، سیره ماندگار و میراث ارزشمند خود همچنان در دلها حضور دارند و راهشان چراغ مسیر آیندگان خواهد بود. سلام بر رهبر شهید، بر مردی که قامتش